با درود. یک عدد کهربای محلی مال اطراف خود شیراز که خودم چندینشو پیدا کردم جهت فروش. یکی حشره داره، الان نور آنچنانی نیست که پیدا باشه. دور کهربا هم گل و شل گرفته شده، این کامل 3 تا مورچه توش هست. یه کهربای دیگه هم هست که اصلا یه مورچه تکی هست، فسیل کامل، طوری که دست و پای مورچه هم پیدا هست. این هم یه دونه کهربای دیگه هست بدون حشره هست. کهربای محلی هست، کهربای نیست که بگیم کهربای بالتیک هست و کهربای جای دیگه. کهربای خود شیراز هست. خدا نگهدار همگی.